بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت شده از شماره حدیث در کتاب بخاری 3978 می باشد. عبدالله ابن عمر می گفتند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: ان المیت لا يعذب في قبره ببكاء اهله. میت، شخصی که وفات کرده است، با گریه های اهل خانوادهش او را عذاب میکنند. این را پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند. اما این حدیث صحیح است و اینچنین در قرآن آمده است که الله گفته است: ولا تزر وازرة وزر اخرى. الله به گناه کسی را عذاب نمی کند. چگونه این حدیث و آیت را جمع میکنیم که در ذهن و در نظر ما هر دوش گویا که معارضه میکند. اما عالم ها گفتند که هر شخصی که مرگش فرا میرسد با اهل خانوادهش بگوید که وقتی که من از این دنیا وفات کردم شما گریه بکنید، با سبب این خطایش در عالم برزخ عذاب میکشد، او رو عذاب میکنند، زیرا او نصیحت خطا کرده است که داد و فریاد بکنید و چنان و چنین گفته گریه بکنید. اما وقتی که یک شخص وفات میکند، آبی دیده اشکی چشمانش میریزد و او غمگین میشود اما سر و صدا نمیکند، این با این اشکی دیده و غمگین شدنش در قبر میت رو عذاب نمی کنند، چون که الله میگوید که ولا تزر وازرة وزر اخرى. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم از گریه هایی که داد و فریاد کردن من کردن، که حتی گفتند لیس منا من لطم الخدود، شخصایی که به چهره هایشان میزنند و پیراهن های خودشان را میدرانند. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم با زنان وقتی که بیعت میکردند، آنها به آنها میگفتند که شما گریه و داد و فریاد و جاهلیت را نمی کنید. بعضی از امیتیه گفتند که با این بیعت پیامبر 5 زن استوار ایستادند که گفتی پیامبر رو اجرا کردند، از جمله ام سلیم، ام العلا، که آنها وقتی که سخن پیامبر رو شنیدند، وقتی که از نزدیکانشان وفات کرد، آنها داد و فریاد نمی کردند. این چنین زنها نباید داد و فریاد بکنند، بلکه در حق اهل و برادرها و شوهرهای خودی که وفات میکنند آنها دعا بکنند، نه اینکه داد و فریاد و مرا چرا تنها گذاشته رفتی، یا جگربند من بود، یک فرزندم بود. نه، اینطور نیست، بلکه گریه بکنن. آبی اشک از رحمت الهی است، اما داد و فریاد کردن این پیامبر صلی الله علیه و سلم من کردن، که پیامبر گفتند الا نخمش وجها، روی هایتان را نکنید، ولا ندعو ویلا، شما خود به خودتون مرگ و داد و فریاد نکنید، ولا نشق جیبا، و پیراهن و لباس های خود را ندرانید، ولا ننشر شعرا، موی های خود را نکنید گفتند، بلکه صبر پیشه بکنید و با این مصیبت وقتی که اجر و پاداش را از الله انتظار شدید، الله به شما اجر و پاداش میدهد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.